سلام دوستان، به کانال قصه های وحشت خوش اومدید. قبل از اینکه به داستان بپردازیم خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک و براش کامنت بذارید. داستان درباره وصیت‌نامه مردی به نام سعید است که در قبرستون کار میکنه. سعید میگه من سعید هستم، اگر این نوشته ها رو میخوانید به احتمال زیاد من دیگه زنده نیستم. شاید فکر کنید که کار در قبرستان شغلی آرام و بی دغدغه است، ولی اشتباه میکنید. اینجا جایی است شبهای طولانی و سرد بر قبرها سایه میاندازند. حقیقتی پنهان وجود دارد، حقیقتی که هر کس از آن باخبر شود هرگز به این مکان قدم نخواهد گذاشت. هر شب وقتی خورشید پشت افق ناپدید می شود و آسمان رنگ سیاهی به خود می گیرد، من به سر کارم در قبرستان می روم. اینجا جاییه که تنها دوستانم سنگ های سرد قبرها هستند. وقتی به این شوق مشغول شدم هیچگاه فکر نمی کردم اگر زندگیم چنین تغییر کند. آن زمان قبرستان برایم مکانی آرام بود، جایی که می توانستم در سکوت و تنهایی به فکر فرو بروم. وقتی به قبرستان می رسم دفتر کوچک نگهبانیم را باز می کنم و چراغ روغنی کهنه‌ام را روشن می کنم. نور ضعیف و زرد رنگ چراغ به دیوارهای سنگی و سرد اتاقک برخورد می کند و سایه های عجیب و غریبی را بر روی آن می افکند. دفترچه‌ام را باز می کنم و شروع به نوشتن می کنم. همیشه نوشتم هر آنچه که در این قبرستان می گذرد. شاید برای همین است که هنوز عاقل ماندم، یا شاید هم فقط همین نوشته ها باعث شده که عقل خود را از دست ندهم. با صدای خشخش برگ های خشک شده‌ای که زیر پاهایم خرد می شوند از دفترک بیرون می آیم و به سمت قبرها قدم برمی دارم. باد سردی از میان درختان قدیمی و پوسیده می گذرد و بوی خاک و رطوبت را با خود می آورد. در این شبها همه چیز معمولی به نظر می رسد، اما امشب انگار همه چیز تغییر کرده. هر قدمی که برمی دارم گویا صدایی از میان قبرها بلند می شود، صدایی که مرا فریاد می زند. شبی که شروع به شنیدن آن زمزمه ها کردم همه چیز تغییر کرد. اوایل فکر می کردم که شاید توهم است، صدایی که از ذهنم می آید، ولی هرچه بیشتر گوش می دادم متوجه می شدم که این صداها واقعی است. زمزمه آرام و ناپیدا که از میان قبرها می آمد و نام مرا صدا می زد. هر شب که می گذشت صدای زمزمه ها قوی تر می شد. حس می کردم که این صداها از قبرهای خاصی بلند می شوند. شاید از آن قبرهای قدیمی که سنگهایشان طریق و پوسیده از خزه شده‌اند. تصمیم گرفتم تا منبع این زمزمه ها را پیدا کنم. شروع به جستجو کردم. در میان قبرها پرسه زدم و به دنبال صدایی بودم که هر شب به گوشم می رسید. بالاخره یک شب زمانی که ماه کامل در آسمان می درخشید و نور نقره‌ایش را بر زمین می افتاد به قبر رسیدم که انگار منبع زمزمه ها بود. قبر قدیمی و فراموش شده‌ای که سنگ قبرش نیمه شکسته و نامی ناپیدا بر روی آن حک شد. از میان صداها سایه های شب نوری ضعیف به چشمم خورد، نوری که انگار از درون خاک می آمد. بعد از پیدا کردن آن قبر همه چیز بدتر شد. کابوس‌هایم دیگر فقط در خواب نبودند، آنها به دنیای بیداری نیز نفوذ کرده بودند. هر شب وقتی چشمهایم را می‌بستم خود را میان قبرها می‌دیدم. صداهای مبهم و صورتهای تاریک اطرافم میچرخیدند. من میخواستند و ازم چیزی طلب میکردند که نمیدانستم چیست. در بیداری سایه ها به دنبالم می آمدند. گاهی از گوشه چشمم سایه‌ای را می دیدم که در میان درختان حرکت می کند. هر بار که به آنها نگاه می کردم ناپدید می شد،
اما مطمئن بودم که تنها نیستم. احساس درونی به من میگفت که چیزی در تاریکی در کمین است، چیزی که منتظر من است. چندین شب وقتی از قبرستان به خانه‌ام رفتم، حس می‌کردم چیزی مرا دنبال می‌کند، سایه‌ای که به من نزدیک می‌شود. اما هر بار که به عقب برمیگشتم چیزی نمی‌دیدم. ترس درونم رشد می‌کرد، اما نمی‌توانستم دست از این شغل بکشم. اینجا در میان قبرها چیزی بود که مرا به خود می‌کشید، چیزی که نمی‌توانستم از آن فرار کنم. دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. باید می‌فهمیدم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شب‌ها در حالی که سایه‌ها در اطرافم میچرخیدند، شروع به تحقیق در مورد قبرها و تاریخچه قبرستان کردم. میخواستم بفهمم که آن قبر قدیمی متعلق به چه کسی است و چرا زمزمه از آنجا میآید. پس از روزها جستجو در میان اسناد قدیمی و صحبت با افراد مسن شهر، بالاخره متوجه شدم که آن قبر متعلق به نام مردی به نام احمد بود. احمد سالها پیش به طرز مشکوکی ناپدید شده بود و به مردم گفته که او نفرین شده است. داستانهای قدیمی از آن به عنوان مردی یاد می‌کردند که با نیروی تاریکی در ارتباط بود و پس از مرگش نیز آرامش نیافته است. اما چیزی که بیشتر مرا شوکه کرد این بود که فهمیدم احمد قبل از ناپدید شدنش به نگهبان قبلی قبرستان گفته بود که چیزی از او در اینجا دفن شده است، چیزی که هرگز نباید پیدا شود. و حالا گویا این چیز از من میخواست تا آن را پیدا کنم. هرگز تصور نمی‌کردم که جستجوی حقیقت مرا به اینجا بکشاند. اما امشب شب آخر است. زمزمه ها اکنون به فریاد تبدیل شدند. صدایی که از میان خاک سنگ و به گوشم می رسید و مرا به سوی خود فرا می خواند. دیگر نمی توانم از آن فرار کنم. امشب به قبر احمد رفتم. کلنگی در دست داشتم و شروع به کندن کردم. صدای خاک و سنگ زیر کلنگم بلند بود، اما هیچ صدایی را نمی توانستم بر آن غلبه کند. حس کردم که چیزی درون خاک منتظر من است، چیزی که به من نزدیک می شود. در آخر به جعبه چوبی رسیدم، جعبه قدیمی که با گذشت زمان پوسیده بود. وقتی آن را باز کردم متوجه شدم که درون آن کتاب کهنه و مملو از نشانه‌ها و علامت‌های ناشناخته وجود دارد. کتابی که به نظر می رسید حامل رازها تاریکی و ممنوع است. من حالا می‌دانم که چه چیزی مرا فرا خوانده بود. کتاب رازهای نهانی داشت که هیچ انسانی نباید آن را بداند. احساس می‌کنم که هر لحظه چیزی از تاریکی درونم بیدار می‌شود، چیزی که به تدریج کنترل مرا به دست می‌گیرد. نمی‌دانم چه بر سرم خواهد آمد، اما می‌دانم پایان نزدیک است. اگر نوشته ها را می‌خوانید بدانید که نباید هرگز به این قبرستان بازگردید. چیزی که در اینجا وجود دارد که نباید بیدار شود، چیزی است که درون من است. ممنون بابت گوش دادن به این داستان. تا داستان دیگر، خدا نگهدار.